فرض کن شما یه آنلاین شاپ داری و مشتری از چیزی که ازت خریده خوشش اومده و واسه تشکر یه استوری از محصول یا خدمات شما گذاشته و پیج شما رو منشن کرده و شما حالا میخوای به فالوورات این موضوع رو نشون بدی و پوز بدی و جلب اعتماد کنی. خب بعد اینکه مشتری شما رو استوری و منشن کرد، تو دایرکت یه پیغام میاد و بهت اطلاع رسانی میشه و تو اون پیغام شما گزینه add to your story رو میبینی که اگه روش کلیک کنی میتونی همون استوری رو تو پیج خودت استوری کنی. یا ممکنه طرف ریلز درست کرده باشه و شما بخوای ریلزش رو به استوریت اضافه کنی. این بار زیر همون ریلز گزینه موشک رو میزنی، بعد گزینه add to your story رو انتخاب میکنی و سپس گزینه your story رو تمام. بهتر اینم بدونی که وبسایت دیجی فالوور تمام خدمات اینستاگرام رو با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت ارائه میده و کمکت میکنه آنلاین شاپت سریعتر رشد کنه و زودتر به درآمد برسی. پس همین الان بیا تو سایت و خدماتمون رو چک کن.